سلام به طرفداران داستان‌های جنایی، داستان‌هایی که نه تنها خیالی نیستند بلکه کاملا از پرونده‌های جنایی که در سرتاسر جهان وجود دارند و اتفاق افتادند سرچشمه و نشأت می‌گیرند. محمد رضا نهاوندزاده میزبان شما هستم و امیدوارم که همه شما تا پایان مجازات با محمد رضا من رو همراهی کنید. 911, where's your emergency? It's in Elkhart, Indiana, on Melody Lane. I was sitting on the couch and one of my mom's friends was getting home from work, one of her roommates, and I heard her run up the deck and was screaming, and then she sounded like she got like a hand cupped over her mouth and she got pulled away. We need somebody to be sent here right away. این مکالمه تلفنی بخشی از تماسیه که یه پسر بچه 11 ساله به نام جف در شب 8 آگوست سال 2011 با پلیس شهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانای آمریکا برقرار میکنه. دلیلش هم اینه که اون به همراه برادرش و مادرش منتظر خونه اومدن همخونه‌ای و همکار مادرش یعنی خانم جسیکا استاره. جسیکا قرار بود که ساعت 11:30 شب به تریلری که تو اون به همراه دوستش و بچه‌هاش زندگی میکنه برگرده. ولی خب قبل از این که ادامه ماجرا رو با هم داشته باشیم خیلی سریع راه‌های دسترسی به این پادکست رو چه از طریق اینترنت بین الملل و چه از طریق اینترنت ملی براتون میگم. اپلیکیشن های کست باکس و اپل پادکست برای اینترنت بین الملل و برای اینترنت ملی هم وبسایت و اپلیکیشن شنوتو و همینطور وبسایت آپارات هم اخیراً امکان دسترسی شما به این پادکست رو فراهم کرده. خیلی خوب، میریم به ادامه ماجرا. اگه دقت کردید توی صحبتی که داشتم چند دقیقه پیش حرف تریلر رو به وسط آوردم و گفتم که خونه‌ای که خانم جسیکا میخواسته به اون بره و در واقع اونجا زندگی میکرده و تماسی که این پسر بچه یعنی جف که براتون پخش کردم با پلیس برقرار کرده از خونه‌ای برقرار شده که بهش تریلر میگن. حالا تریلر چیه؟ مطمئنم یه سریاتون میدونید ولی خب حالا باز توضیح میدم برای حالا 1% از افرادی هم که اطلاع ندارن که تریلر به چه نوع از خونه‌هایی میگن. خیلی خب، تریلر نمیدونم تا حالا دیدید یا نه ولی تریلر به خونه‌هایی گفته میشه که حالت متحرک دارن و تقریبا شبیه اتوبوسن اما خب توشون میشه زندگی کرد و معمولا برای اینکه هزینه زندگی تو اون خونه ها پایینه مورد انتخاب آدما قرار میگیره. خب این از توضیح تریلر. حالا میریم به ادامه این ماجرا. جف تقریبا مطمئنه، جف همون پسری بود که الان تماسشو براتون پخش کردم. جف تقریبا مطمئنه که الان صدای حمله یه نفر به جسیکا رو شنیده. جسیکا دوست مادرش، همخونه مادرش. و زمانی که به پلیس زنگ میزنه داره از داخل تریلر بیرون رو نگاه میکنه. جایی که مادرش یعنی خانم تری تو تاریکی شب با تفنگ ایستاده و داره مدام اسم هم اتاقیش جسیکا رو صدا میکنه. اگه هم از خودتون میپرسید چرا مادر جف با تفنگش بیرون رفته، خب برای مراقبت از خودش و ترس از اینکه شخص مهاجم ممکنه هنوز اون بیرون باشه و شاید حتی به بچه‌هاش هم بخواد حمله بکنه. منتها الان دیگه سکوت همه جا رو فرا گرفته. همخونه جسیکا یعنی خانم تری ماشین جسیکا رو میبینه که دم در تریلرشون پارکه ولی در سمت راننده کاملا بازه. همزمان خانم تری تو همون محوطه یه صدایی رو میشنوه، صدایی که انگار یه نفر داره با عجله از اون محل فرار میکنه و خودش رو از اونجا دور میکنه.
ولی خب تری تو اون لحظه اولویتش بچه هاش بودن و به همین دلیل همونجا دم در محل زندگیشون میمونه و اسلحه به دست تا رسیدن پلیس از بچه هاش مراقبت میکنه. خب این کار خانم تری با عقل جور در می اومده. طبیعتا هر مادری حتی جون خودش که نه، جون بچه هاش براش در اولویته. به همین دلیلم خانم تری برای پیدا کردن همخونه ایش و دوستش و همکارش خانم جسیکا تا رسیدن پلیس اقدامی نکرده و به بیرون و خصوصا به اون محوطه تاریک نرفته و برای پیدا کردن اون اقدامی رو انجام نداده و همونجا مونده و اولویت خودش رو بچه هاش و در واقع سیفتی و امنیت بچه هاش قرار داده. خب خیلی زمان نمیبره و بعد از مدت کوتاهی ماشین های پلیس سریعا خودشون رو به محل میرسونن. مامورای پلیس بلافاصله چراغ قوه‌های خودشون رو روشن میکنن و شروع به گشتن برای پیدا کردن جسیکا میکنن. فقط چند دقیقه بعد در حوالی، یا بهتر بخوام بگم کنار تریلر، جسیکا پیدا میشه و مطابق انتظارات پلیس جنازه بیجون جسیکا اونجا افتاده. وضعیت بدن جسیکا هم به این شکله. هر دو آرنج اون کبودی های شدیدی داره. گلوی اون بریده شده و جای ضربات چاقو هم روی بدن اون دیده میشه. پلیس نیازی به چک کردن ضربان جسیکا نداره، چون از ظاهر اون کاملا معلومه که اون دیگه نفس نمیکشه و زنده نیست. خب این که در محل حادثه و در واقع در چند متری اون شاهدانی وجود داشته هم پلیس رو عصبانی و هم امیدوار میکنه. عصبانی برای اینکه چطور تو نزدیکی خانم تری و بچه هاش این قتل اتفاق افتاده. خب این از عصبانیت پلیس. دلیل امیدواریشون هم اینه که همین افراد میتونن اطلاعات مفیدی رو به اونا بدن. پلیس هم بیدرنگ به سراغ جف میره. جفی که اون تماس تلفنی رو که اول پادکست براتون پخش کردم با پلیس برقرار کرد. جف اتفاقات اون شب رو اینطور به یاد میاره: من و برادرم تو اتاقمون نشسته بودیم و مشغول بازی با دستگاه بازی کامپیوتری خودمون بودیم. حالا دستگاه بازی کامپیوتری خودمون، بهتر بخوام بگم آتاری دستی داشتم بازی میکردم، که یه صدایی رو از دم در شنیدم. بعدش بلند شدم و از پنجره کوچیکی که اونجا بود بیرون رو نگاه کردم، ولی چیزی رو نمیدیدم چون بیرون همه جا تاریک بود. به همین دلیل برگشتم و به بازی کردنم ادامه دادم. اما چیزی رو که جف اون لحظه باید میفهمید این که همیشه مادرش یعنی خانم تری یه چراغ رو تو شب روشن میذاشته. منتها خب اون چون کم سن و ساله این موضوع رو متوجه نمیشه، ولی طولی نمیکشه که اون یعنی جف صدای جیغ بلند و ترسناکی رو میشنوه. اولش اون با خودش فکر میکنه که صدای دعوا کردن و بازی کردن گربه هاست. منتها خیلی سریع جف متوجه میشه که صدای گربه ها نیست، بلکه صدایی رو که اون میشنوه صدای جیغ همخونه ایشون یعنی خانم جسیکاست. جف در ادامه میگه که به نظرم رسید که انگار جسیکا خودش رو به دم در خونه کشون رسوند، که همون لحظه بود که حس کردم یه نفر دستشو گذاشت رو دهنش و در واقع صدای جیغ کشیدن اون رو متوقف کرد و اون رو کشید و با خودش برد. چند لحظه بعدم سر و صدا و صدای جیغ به پایان رسید.
جف بعد از اینکه چند لحظه از شوک خشکش زده بود، خب هیچ چیزی طبیعی هم است، حتی اگه یه فرد بالغ و بزرگسالی هم باشه همچین اتفاقی براش پیش بیاد، به احتمال 99% چند لحظه از شوک خشکش میزنه و نمیدونه اصلا چی کار میکنه و کجاست و چه اتفاقی داره میفته، چه برسه به یه فرد کم سن و سال مثل جف. خب داشتم میگفتم جف بعد از اینکه چند لحظه از شوک خشکش میزنه سریع میره و مادرش که تو خواب عمیقی هم بوده رو بیدار میکنه. اگه از خودتون میپرسید چطور مادر جف از این سر و صداها بیدار نشده، جوابش پنکه پر سر و صداییه که تو اتاق بوده و باعث شده که خانم تری یعنی مادر جف این سر و صداها و این جیغا رو نشنوه. مادر جف هم که اینجوری پسرش رو آشفته میبینه به اون میگه که برو اسلحه‌مو از تو کش و برام بیار و سریع به پلیس زنگ بزن. خب حالا پلیس از تایملاین و زمانبندی اتفاقات اون شب یه تئوری رو داره که الان اون رو با هم مرور میکنیم. زمانی که پلیس ماشین جسیکا رو تو صحنه جرم میبینه در ماشین بازه. اول پادکست هم گفتم براتون در ماشین بازه. وقتی که خانم تری یعنی همخونه‌ای خانم جسیکا در تریلرشون رو باز میکنه میبینه که در سمت راننده بازه. زمانی که پلیس ماشین جسیکا رو تو صحنه جرم میبینه در ماشین بازه و یه سری خار و بار هم خریداری شده و روی صندلی ماشینه. پلیس معتقده که جسیکا در حال پیاده شدن بوده و شاید هم حتی خواسته اون خریداری رو که انجام داده از ماشین به خونه بیاره که مورد حمله شخص مهاجم قرار گرفته. حتی روی در ماشین جای گل تازه است و کاملا معلومه که یه درگیری فیزیکی اونجا صورت گرفته، ولی اثری از خون در اون محل دیده نمیشه و با توجه به اینکه بریده شدن گردن جسیکا باعث شده خون زیادی از اون بره، نبود خون دور و بر ماشین این رو نشون میده که فرد مهاجم یا به زور یا با فورس اسلحه جسیکا رو به مکان دیگه کشونده و در اونجا اون رو از پای در آورده. پلیس روی بدن جسیکا کبودی‌هایی رو میبینه و همچنین در نزدیکی محل قتل یه چوب بیسبال وجود داره. چوب بیسبالی که از اطراف خونه مقتول برداشته شده. یه توضیح درباره چوب بیسبال بدم. دوستان چوب بیسبال البته مطمئنم همتون میدونید چه شکلیه، ولی خب برای اون 1% از افرادی که نمیدونن باید بگم چوب ورزش بیسبال همون چوبیه که ورزشکار تو دستش داره و سعی میکنه که با اون توپ رو بزنه و به خارج از استادیوم بفرسته تا امتیاز بیاره، که چوب بسیار قوی و محکمیه که میتونه آسیب زیادی به آدم وارد کنه. پس پلیس معتقده که علاوه بر چاقویی که قاتل یا قاتلین با خودشون به همراه داشتن قبل از انجام قتل یه چوب بیسبال هم به عنوان اسلحه برداشته شده و از اون استفاده شده. همچنین پلیس تو فرضیه خودش میگه که با توجه به اینکه بخشی از درخچه‌های اطراف خونه فرو رفته، این نشون میده که یه نفر به حالت چنباتمه یا همون 4 دست و پا به مدت طولانی اونجا نشسته بوده که اونا احتمال میدن، یعنی پلیس احتمال میده اگه شخص مهاجم تو این درخچه ها نشسته بوده، جسیکا به احتمال زیاد اون رو اصلاً ندیده. دوستان وقتی میگم درخت یا درخچه منظورم اون درخت های بلند نیست، بلکه اون درخچه های تزیینی کوچیکه که معمولا تو کنار خیابونا میبینیم
و مطمئنم که همتون دیدید. خب اگه یادتون باشه چند دقیقه پیش بهتون گفتم که جف زمانی که تو خونه بوده و داشته بازی میکرده یه صداهایی رو از بیرون شنیده. خب پلیس معتقد قاتل یا قاتلین قبل از انجام نقشه شوم خودشون چراغی رو که مادر جف یعنی خانم تری قسم میخوره اون شب روشن کرده بوده از جاش در آوردن. حالا یا با کمک یه وسیله قاتل از روی اون بالا رفته، یعنی از روی وسیله، حالا نردبون، چارپایه، یا به کمک فرد دومی که به قول خودمون جاپا براش گرفته و اون فرد دیگه هم بالا رفته و چراغ رو از جاش در آورده. پس فرد یا افراد مهاجم سلاح‌های خودشون رو آماده کردن، محوطه رو تاریک کردن، یه جای مناسب قایم شدن و در فرصت مناسب به جسیکا حمله کردن و با یه حمله برق‌آسا یا به قول خود انگلیسی‌ها بلیتز اتک اون رو از پا درآوردن. تنها چیزی رو هم که قاتل یا قاتلین با خودشون بردن چاقو و اون لامپ دم در بود که گفتم تری مادر جف قسم میخوره روشن کرده بوده و بقیه چیزها رو تو صحنه جرم از جمله کیف دستی جسیکا رو جا گذاشتن. همین موضوع باعث شد که پلیس به این که دزدی قصد و انگیزه قاتل یا قاتلین نبوده پی ببره. هدف اصلی اونا از نظر پلیس آسیب رسوندن به جسیکا بوده، چرا که نه پول، نه ماشین و نه چیزی دیگه از اون دزدیده نشده. همچنین هر کسی که این قتل رو انجام داده از برنامه زمانی و روتین جسیکا خبر کامل داشته. حالا پلیس برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین باید کسانی رو که میتونستن این انگیزه رو داشته باشن رو پیدا کنه. ولی یه موضوعی که پلیس به اون اصلا توجه نکرد حفظ کردن مدارک فیزیکی این پرونده در شرایط درست و صحیح خودش بود. اولین مدرکی رو هم که پلیس به اون اصلا توجه نکرد ماشین جسیکا بود. پلیس باید طبق روال هر پرونده جنایی ماشین جسیکا و محوطه اطراف اونجا رو با نوار زرد میبست و اجازه نمیداد که رفت و آمد از اون محوطه انجام بگیره. منتها خانواده جسیکا به یکی از خبرنگارانی که این پرونده رو پوشش داده میگه پلیس نه تنها ماشین جسیکا بلکه محوطه اطراف اون رو هم با نوار زرد تیپ بندی نکرد. یه شب هم بعد از مرگ جسیکا دوستان و آشنایان اون برای ادای احترام و برگزاری یاد بود به خونه اون اومدن و خیلی ها شمعهاشون رو روی ماشین جسیکا روشن میکردن. متاسفانه علاوه بر اون محوطه های دور و اطرافی هم که قتل اونجا صورت گرفته مردم مرتب از اونجا رفت و آمد میکردن و هر رد پایی یا هر مدرک به درد بخور دیگه‌ای که میتونسته مورد استفاده قرار بگیره تقریبا از بین رفته. حتی خانواده جسیکا در این موضوع که آیا اصلا شب جرم پلیس انگشت‌نگاری از ماشین رو انجام داده یا نه مطمئن نیستن. اگه هم به قسمت قتل افسر پلیس جان اوکیف در همین کانال گوش کرده باشید که اگه هم گوش نکردید توصیه میکنم برید گوش بدید، خیلی پرونده و قسمت جذابیه. اگه به اون قسمت گوش کرده باشید متوجه این موضوع میشید که پلیس در اون پرونده ماشینی که در وقوع جرم نقش داشت رو با جر ثقیل به پارکینگ خودش انتقال داد. اما حتی در اینجا پلیس
ماشین جسیکا رو به پارکینگ خودش هم انتقال نداد و همینطور اون رو سر جاش به حال خودش رها کرد. چند روز بعد هم که خانواده جسیکا ماشین اون رو دوباره به راه انداختن، هیچ اثری از انجام انگشت‌نگاری در اون دیده نمیشد. خب حالا البته این سوال برای خودم هم پیش میاد، حالا شاید بعضیاتون هم به این فکر بکنید خب چجوری خانواده جسیکا اگر هم انگشت‌نگاری صورت گرفته تشخیص میدن که انجام شده این انگشت‌نگاری یا نه؟ خب معمولا دیدید اگر شما وسایل اتاقتون رو، من با یه مثال توضیح میدم، شما اگر وسایل اتاقتون توی یه حالتی باشن، توی یه شکلی باشن، توی یه پوزیشنی باشن، از خونه برید بیرون، اگر فردا هم برگردید هیچکی نیومده باشه تو اتاقتون، خب به اتاق که برمیگردید اتاق وسایلش تو همون پوزیشن و شرایطی که بودن قرار دارن. خب همین اتفاق هم برای ماشین جسیکا صورت گرفته و اینکه خانواده جسیکا بعد از اینکه حالا ماشین رو انداختن، آدم حس میکنه دیگه، متوجه میشه که هیچی انگار جابجا نشده، به قول خودمون آب از آب تکون نخورده، تمام وسایل سر جاشون بودن و پلیس اونا رو نه بررسی کرده، نه سرچی انجام داده، نه جستجویی انجام داده، نه دنبال انگشت‌نگاری بوده. روی این قضیه بوده که خانواده جسیکا همچین احتمالی رو دادن. خب همونطور که گفتم خانواده جسیکا همچین فکری رو میکنه، ولی این تنها مدرک بالقوه‌ای نبوده که پلیس از قلم انداخته. پلیس همچنین خونی رو که از جسیکا در محل کشته شدنش رفته بوده و همینطور جای پای رو که باعث شده گل به ماشین اون پاشیده شده باشه رو اصلا مورد بررسی قرار نداده. حتی خانواده جسیکا یه جای دست رو بالای ماشین هم دیدن که اونم مورد بررسی های پلیس قرار نگرفته. حالا اون جای دست میتونسته جای دست هر کسی باشه. یادتونه خب چند دقیقه پیش گفتم که دوستا و آشناهای جسیکا برای برگزاری یه مراسم یادبود و گرامی داشتی اومدن حالا اطراف اون تریلری که جسیکا اونجا زندگی میکرده شمع روشن میکردن. گفتم هم که یه سریا شمع رو روی ماشین جسیکا روشن کردن. خب ممکنه که اصلا اون افراد دستشو روی سقف ماشین جسیکا گذاشته باشه و جای دستی که ما داریم درباره صحبت میکنیم میتونه اون جای دسته که از حالا دوستا و آشناهای جسیکا بوده باشه. ولی اگه از من میپرسید کوچکترین شواهد و مدارک مثل همین جای دست یا به قول خود انگلیسی زبونا هند پرینت میتونه سرنوشت پرونده رو عوض کنه. خب اگه فلش بک بزنیم به چند دقیقه قبلتر در همین قسمت، خاطرتون میاد گفتم که جسیکا یه سری خریدایی رو انجام داده بود و روی صندلی ماشینش، حالا در واقع این گمان زنی پلیس بود که میخواسته خریدار رو خالی کنه و بیاره داخل خونه خودش، ولی یه سری خریدار، یه سری خاروبارا رو با خودش داشته و روی صندلی ماشینش بوده. خب جسیکا این خریدار رو از فروشگاهی که توی اون کار میکرده در واقع آورده، یعنی جسیکا توی فروشگاه خاروبار فروشی کار میکرده. ولی پلیس نه از این فروشگاهی که جسیکا مشغول به اون کار بوده، نه از همسایه ها و نه از هم محله ها درخواست بررسی هیچ فیلم دوربین مداربسته ای رو نمیده که این واقعا در واقع یه تصمیم سوال برانگیزه. میپرسید چرا؟ وقتی یکی کشته میشه پلیس سعی میکنه مثل یه پازل اون آخرین قدم ها، اون آخرین در واقع جاهایی که شخص مقتول رفته، اون آخرین برخوردایی رو که با آدمای مختلف داشته، اونا رو مثل یه پازل به هم بچسبونه. خب با چه آدمایی برخورد داشته؟ میرن اونا رو پیدا میکنن، باشون مصاحبه میکنن. کجاها رفته؟ میرن با حالا صاحب اون مغازه، صاحب اون فروشگاه یا مسئول اون جایی که داره اونجا رو میگردونه رو که شخص مقتول
یعنی آخرین لحظات زندگیش، آخرین ساعتهای زندگیش رو به اونجا رفته، با اونا صحبت میکنن، سعی میکنن آخرین رد پاهاش رو ترک کنن، کاور بکنن، سعی میکنن آخرین جایی که رفته بررسی بکنن، پوشش بدن و قطعه های این پازل رو به هم وصل بکنن که تشخیص بدن چه بلایی سر قاتل اومده. یکی از اصلی ترین و میتونیم بگیم بزرگترین قطعه های پازل نه تنها این پرونده که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، خیلی از پرونده های دیگه که میتونه فیلم دوربین مداربسته در اون استفاده بشه، همین فیلم هاست. شما وقتی که فیلم دوربین مداربسته رو بررسی میکنید، شاید میتونم بگم 90% اوقات متوجه میشید که حالا چه کسی مسئول انجام اون جرمه، یا حداقل مسیر و راه براتون روشن میکنه. توی فیلم دوربین مداربسته نشون داده میشه که آیا کسی دنبال جسیکا بوده، دنبالش میکرده، آیا جسیکا آشفته بوده، آیا جسیکا عجله داشته، آیا داشته از کسی فرار میکرده، آیا با کسی بوده، شاید توی تایم خاصی، درسته جسیکا تنها اومده خونه، ولی شاید 1 دقیقه یا 5 دقیقه قبلتر از اون با کسی بوده. همون فردی که با جسیکا بوده، حالا میتونسته پارتنرش باشه، دوستش باشه، هر کی باشه، شاید از اون جدا شده ولی براش کمین کرده، دنبالش کرده و حالا به کمک کسی دیگه یا تنهایی اون رو به قتل رسونده. تمام اینا داخل فیلم دوربین مداربسته معلومه. ولی وقتی پلیس درخواست بررسی هیچ کدوم از این فیلم‌های دوربین‌های مداربسته رو نمیده، باید هم خانواده‌اش، نه تنها خانواده‌اش، یه کسی دیگه هم که داره پرونده رو میخونه، بررسی میکنه، پوشش میده، برای سوال پیش بیاد که چقدر پلیس جدی بوده. آیا اصلا پلیس 100% توانش گذاشته برای حل کردن این پرونده؟ اینا رو باید اونا جواب بدن که فرد اول و افراد اولی هم که دنبال جوابن و پلیس به اونها باید جواب بده و پاسخگو باشه، خانواده جسیکان، دوستای جسیکان، آشناهای جسیکان. انقدر تون حرف زدم جسیکا رو یه ذره قاطی کردم. علاوه بر این کوتاهی‌ها و کمکاری‌های پلیس شهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا، اونا خانواده جسیکا رو هم در جریان مراحل پرونده قرار نمیدادن. خب حالا شما خودتون رو جای اونا بذارید، یعنی جای خانواده جسیکا بذارید. حتما فکرای منفی و ذهنیت بد درباره پلیس و پیگیری اونا برای پیدا کردن قاتل جسیکا به ذهنتون میاد. خب علیرغم این کوتاهی‌هایی که پلیس در خصوص پرونده جسیکا و روال تحقیقات اون انجام داده، منتها کالبد شکافی رو روی جنازه اون انجام دادن که توی این کالبد شکافی نمونه دی ان ای شخص مهاجم زیر ناخن‌های جسیکا پیدا میشه. همچنین آرنج جسیکا هم شکستگی شدیدی داره که همه اینا نشون میده که اون برای نجات خودش با قاتل یا قاتلین خودش جانانه جنگیده. اما قبل از این که درباره حالا این نمونه دی ان ای به دست اومده صحبت بکنیم، دوستان با توجه به اینکه پادکست بنده در حال حاضر اسپانسر مالی نداره و خب توی قسمت‌های قبلی هم گفتم که این تیم تک نفر است و خودم تمام کاراشو انجام میدم و خب طبیعتاً زمان زیادی رو میبره. حالا برای اون عزیزانی که مایل به حمایت مالی از این پادکست هستن، شماره کارتی رو در قسمت توضیحات و همینطور کامنت ها قرار میدم و هر کسی مایل بود به هر اندازه‌ای که دوست داشت حمایت مالیش رو انجام بده. با تشکر. خیلی خوب، حالا برمیگردیم به ادامه ماجرا. دوستان این که نمونه دی ان ای از جسد مقتول گرفته بشه، با این موضوع که برای اون دی ان ای پروفایل ایجاد بشه و پس از اون در بانک اطلاعاتی پلیس جستجو بشه، دو مبحث جدا هستن. چون نمونه زیر ناخن جسیکا پیدا شد، این لزوماً به این معنا نیست که پروفایلی برای اون نمونه ایجاد شده و در بانک اطلاعاتی با سایر پروفایل های موجود مقایسه شده باشه. دوستان وقتی میگم پروفایل همون پرونده است در واقع. یعنی شما اگر توی حالا کشور آمریکا یه نفر یه جرمی رو انجام بده،
سریعا اولین کاری که میکنن علاوه بر اون عکسایی که ما همه تو فیلم ها دیدیم از سه طرف گرفته میشه، تمام رخ، نیم رخ چپ و نیم رخ راست، از اون نفر دی ان ای هم گرفته میشه و توی کودس یا بانک اطلاعاتی مجرمان آمریکا در سیستم پلیس اطلاعات اون نفر وارد میشه. شما وقتی دی ان ای یه نفری که قبلا توی کودس یا همین بانک اطلاعاتی که گفتم وارد شده باشه رو سرچ بکنید، اگر اون نفر قبلا دستگیر شده باشه و نمونه مچ باشه، سریعا پروفایل یا همون پرونده همون مشخصاتش میاد بالا. اینو گفتم که متوجه بشید. خب تا اینجا که این اتفاق نیفتاده، یعنی پروفایل دی ان ای برای این نمونه به دست اومده درست نشده. اتفاقی که باید میافتاد، چرا که خانواده جسیکا به پارتنر قبلی یا به قول دختر پسرای امروزی اکس جسیکا، یعنی آقای 32 ساله‌ای به نام تاوارز براونینگ که به اسم مستعار بی صداش میکردن، مشکوک و بدبین بودن. اصلا دلیل اصلی که جسیکا با دوست و همکارش یعنی خانم تری توی اون تریلر زندگی میکرده، همین پارتنرش آقای بیه. چرا که اونا بعد از اینکه چند سال رابطه پرفراز و نشیب که بیشترش هم نشیب بوده و خیلی خوب نبوده و بد بوده و دعوا بوده و جنگ و مرافع بوده، با هم به هم میزنن و جسیکا مجبور میشه از خونه اکسش بره و موقتاً با خانم تری زندگی کنه. خب بذارید یکم بیشتر درباره اکس جسیکا یعنی بی براتون بگم. خب هر یک از دوستان و آشنایان جسیکا درباره اکس اون یه حرفی میزنه که هیچ کدومشون تعریف و تمجید از اون نیست و اتفاقاً برعکس. گفته میشه که بی نه به صورت فیزیکی و بلکه به شکل زبانی و کلامی و حتی احساسی مدام جسیکا رو مورد حمله خودش قرار میداده. حتی یه سری از افراد مدعی شدن که بعد از به هم خوردن رابطه اونا، بی شروع به تعقیب و ایجاد مزاحمت برای جسیکا کرد و حتی سرزده در محل کار اون هم ظاهر میشد. همکارای جسیکا هم که از این مزاحمت‌ها خبردار بودن، به هیچ وجه به اون اجازه نمیدادن که تنها به پارکینگ بره و سوار ماشینش بشه و حتما همیشه یه نفر اون رو همراهی میکرد. کار تا اونجای بیخ پیدا میکنه که جسیکا به فکر دریافت یه حکم restraining order از دادگاه میفته که الان براتون اونو توضیح میدم. خب دوستان، حکم restraining order چه زمانی صادر میشه؟ اول خب که دادگاه صادر میکنه. چه زمانی یه فردی اون رو درخواست میده که دادگاه برای صادر بکنه؟ خب مثل همین پرونده ما، وقتی که داره یکی برای یه نفر دیگه مزاحمت ایجاد میکنه و مدام اون رو تعقیب میکنه، آرامش رو ازش گرفته و هر جا میره جلوش ظاهر میشه. اینجاست که اون فردی که داره به حریم خصوصیش تجاوز میشه میتونه درخواست بده و به دادگاه بگه که این فرد با مشخصات فلان مزاحم من میشه. دادگاه هم تشخیص میده که حالا بر اساس صلاح دید قاضی مثلا در 50 مایلی یا 100 مایلی یا حالا 1 کیلومتری یا هر معمولا 1 کیلومتر معمولا 50 مایله یا 100 مایله، این خانم جسیکا اگر آقای بی، حالا اینا رو در واقع با کاراکترهای خودمون دارم مثال میزنم که شما راحت‌تر متوجه بشید، اگر خانم جسیکا بره درخواست این رسترینینگ اوردر رو بده، دادگاه میگه که آقای بی شما رو هر موقع پلیس تو فاصله کمتر از 50 مایلی یا 100 مایلی جسیکا پیدا کرد دستگیرت میکنه به همین راحتی. ولی خب به نظر میرسه حالا به هر دلیلی جسیکا درخواست صدور این حکم رو نداده. حالا بذارید بیشتر از سوابق بی براتون بگم. اون یه فروشنده مواد مخدر با 2 بار سابقه دستگیری در سالهای 1998 و 99 به دلیل ضرب و شتم بوده. یعنی دستگیری که اتفاق افتاده براش توی این 2 سال ربطی به فروشندگیش
و فروشندگی مواد مخدرش نداشته. به دلیل ضرب و شتم بوده که این دستگیری‌ها صورت گرفته. حالا چرا خانواده جسیکا به بی مشکوک بودن؟ چون اولا بیرون اومدن از یه رابطه تاکسیک و خشونت آمیز معمولا برای فرد قربانی که اینجا جسیکا بوده خیلی خطرناکه. چرا که شخص متجاوزگر دست به هر کاری میزنه که قربانی خودش رو توی رابطه نگه داره. تازه علاوه بر این موضوع که جسیکا از بی جدا شده بوده، اون وارد یه رابطه جدید هم شده بوده، یعنی جسیکا، که همین موضوع میتونسته انگیزه بی رو برای در واقع کشتن جسیکا که چند دقیقه پیش درباره‌اش صحبت کردیم، گفتیم بحث انگیزه یه چیز خیلی مهمیه و پلیس دنبال یه فردی میگرده که این انگیزه رو داشته باشه که بخواد جسیکا رو بکشه. خب این توضیحاتی که بهتون دادم میتونسته انگیزه ای رو برای بی درست بکنه، ایجاد بکنه و بخواد به جسیکا آسیب برسونه و اون رو بکشه. خب مطمئنم الان خیلیاتون دارید تو ذهنتون داد میزنید، خب پس چرا پلیس سراغ بی نمیره؟ موضوع اینجاست که پلیس همون شب و بعد از پیدا کردن جسد جسیکا بلا فاصله و مستقیم به خونه بی رفته و وقتی که بی در خونه رو به روی پلیس باز کرده، تازه از رخت خواب به همراه پارتنر جدیدش از خواب بیدار می شده و به گفته پلیس اگه بی قاتل جسیکا بوده هرگز این شانس و زمان رو نداشته که اون مسیر رو از خونه جسیکا به خونه خودش برگرده، لباس عوض کنه و بخوابه. حالا پلیس بر چه اساس این محاسبات رو انجام داده و به این نتیجه رسیده قابل بحثه، ولی خب پلیس بی رو به عنوان مظنون از لیست خودش همون اول کار حذف میکنه. اما خب چون بی خودش به صورت فیزیکی این قتل رو انجام نداده، دلیل نمیشه که دستش به خون جسیکا به صورت غیر مستقیم آلوده نباشه. ممکنه بی یه نفر رو اجیر کرده باشه که به جسیکا آسیب برسونه. یه سناریوی دیگه هم این میتونه باشه که چون بی مواد مخدر خرید و فروش میکرده و خب معمولاً با آدمهای خلافکار و نادرستی سر و کار داشته، ممکنه یکی از همین مشتریها از روی دشمنی با بی، حالا دشمنیش میتونه سر پول باشه، مواد مخدر بد بهش داده باشه، کم و زیاد بهش داده باشه، دشمنی ها پیش میاد به این صورت. معمولا برای دراگ دیلرها یا بخوام فارسیشو بگم کسایی که مواد مخدر خرید فروش میکنن زیاد اتفاق میفته. خب همونجور که گفتم ممکن بوده یکی از مشتریان بی از روی دشمنی با اون به جسیکا آسیب رسونده باشه. اما خانواده جسیکا هنوز از این که بی بیگناهه خیلی مطمئن نیستن. اونا میگن با توجه به این که بی قد بلند و هیکل درشتی داشته و جسیکا هم ریزندام و کوچولو موچولو بوده، حمله و کشتن اون توسط بی خیلی سخت نمیتونسته باشه. حالا اگه فرض کنیم یه فرد همقد و هم جثه جسیکا، یعنی یه زن، به اون حمله کرده باشه یا حداقل تو حمله اون دست داشته، با ادعای یکی از همسایه های جسیکا میتونه این فرضیه همخونی داشته باشه. بذارید بیشتر در این باره براتون توضیح بدم. یه نوجوان 17 ساله که پسرم بوده در همسایگی جسیکا، یا دقیق تر بخوام بگم روبروی خونه اون، در شب انجام جرم بعد از شنیدن صدای جیغ یه زن، صدای یه زن رو شنیده که به یکی داره میگه خب بهتره دیگه از اینجا بریم. وقتی که اون شب این پسر 17 ساله این صدا و این جمله رو میشنوه، خیلی به خودش زحمت نمیده که بره بیرون و یه سر و گوشی آب بده و پیش خودش میگه
شاید یه سگ و صاحبش اون بیرون واسه پیاده روی و بازی و هواخوری اومدن. خب این که صاحب سگ، حالا زن باشه مرد فرقی نداره، با سگش توی شب، حالا 10 شب 11 شب هر تایمی هوس کرده باشه بخواد بره پیاده روی، با عقل جور در میاد. این که هم حالا صاحب سگ با سگ صحبت میکنه و بهش میگه دیگه بهتر از اینجا بریم، اینم باز میتونه اتفاق بیفته، یعنی چیزی دور از ذهن نیست. چیزی که اینجا سوال برانگیز بوده و به نظر من این پسر 17 ساله باید بیرون میرفته و یه سرگوشی آب میداده، صدای جیغی بوده که قبل از این جمله شنیده. همه این اتفاقایی که توی سرش این پسر 17 ساله در واقع سناریو چینی کرده با عقل جور در میاد، ولی این که صدای جیغ یه زن اومده، خب بهتر بوده که یه سرگوشی اون بیرون آب میداده. حالا سوال اینجاست، آیا این زن همون پارتنر جدید بی بوده که به همراه اون و بعد از کشتن جسیکا داره به بی میگه قبل از اینکه کسی ما رو ببینه بهتر از اینجا بریم؟ ممکنه. حالا بذارید یه مظنون جدید و هم قدیمی رو بهتون معرفی کنم. یه مظنون هم یه جورایی جدید میتونه باشه و خب قدیمی هم هست. بذارید بیشتر براتون بگم. جسیکا زمانی که به دبیرستان میرفته یه هم مدرسه‌ای به نام جاش داشته که خیلی از جسیکا خوشش میومده. ولی مشکل اینجا بوده که جسیکا از جاش خوشش نمیومده و همین موضوع باعث عصبانی و کفری شدن جاش میشه. عصبانیتی که یه روزی به یه حدی میرسه که جاش به سرش میزنه و عین یه دیوونه با جک ماشینی که از گاراژ خونه جسیکا برداشته به این دختر مظلوم حمله میکنه. اون رو خیلی کتک میزنه، به اون تجاوز جنسی انجام میده و عجیبتر از همه با همون لباسایی که آغشته به خون جسیکا بودن و جاش اونا رو هنوز به تن داشته خیلی ریلکس و عادی به مدرسه میره، انگار نه انگار. البته که پلیس همونجا و قبل از زنگ آخر اون رو دستگیر میکنه و این آقای جاش برای انجام این جرم 3 سال آبخنک میخوره. ولی با این وجود که جاش گزینه خوبی برای انجام این قتل میتونسته باشه، خب درسته حدوداً 10 سال گذشته، ولی خب یه ابسشن یا همون یه عقده‌ای که توی دل یه نفر میمونه، یه کینه‌ای که توی دل یه نفر میمونه، میتونه حالا توی فرصت مناسب یا حالا به دلایل مختلفی که ممکنه اون فرد بعد از سالها جسیکا رو تو ذهن خودش به یاد آورده باشه و هنوز اون عصبانیت و اون کینه‌ای که از جسیکا داشته و چرا باهاش دوست نشده، ازش خوشش نمیومده، پارتنرش نشده تو دوران دبیرستان، حالا اینجا اومده کینه خودش رو بدتر اجرای کرده و خواسته جسیکا رو بکشه. اما پلیس متوجه میشه که اون یعنی جاش در زمان انجام قتل نه در ایالت ایندیانا بلکه کیلومترها یا به قول خود آمریکایی ها مایلها دورتر و در ایالت میشیگان بوده. پس جاش هم از لیست مظنونین پلیس حذف میشه، لیستی که مدام داره به اون اضافه میشه، لیستی که خانم تری دوست و همخونه‌ای جسیکا که اسمش هم زیاد توی این قسمت آوردیم یه اسم رو به اون اضافه میکنه. یادتونه که گفتم یکی از همسایه های جسیکا شب قتل صدای یه زن رو شنیده. خب خانم تری مدعی میشه که اون زن میتونه همخونه سوم و البته سابقشون خانمی به نام آنا باشه. آنا مدت کوتاهی رو با تری و جسیکا همخونه‌ای بوده، ولی خب به خاطر اینکه قوانین خونه رو رعایت نمی‌کرده و به عنوان مثال
پارتنر خودش رو بدون اجازه به خونه دعوت میکرده، تری هم مجبور شده که اون رو از خونه بیرون کنه. حالا اینکه آنا جسیکا رو مقصر این موضوع میدونه و معتقده که اون بوده که خبرچینیش رو میکرده خیلی معلوم نیست. پلیس وقتی که با این خانم آنا گفتگوی رو انجام میده، نه تنها اون دست داشتن خودش رو توی این قتل انکار میکنه، بلکه یه داستان جدیدی رو به پلیس میگه. آنا به پلیس میگه که من چند مدت بعد از مرگ جسیکا با یه پسری قرار میذاشتم و رابطه داشتم که با اکس جسیکا یعنی بی، اون فرد یعنی اون کسی که آنا باش قرار میذاشته، با بی نشست و برخاستم داشته. آنا ادامه میده و میگه یه شب بعد از اینکه پارتنرم خیلی عصبانی شد و حالت تهاجمی پیدا کرد، چاقو رو دم گردنم گذاشت و این جمله رو به هم گفت: نکنه تو هم دلت میخواد عاقبتت مثل جسیکا بشه. حالا اینکه اسم این فرد چیه یا اصلا داستان زندگیش چیه، پلیس اطلاعاتی رو در این باره هنوز منتشر نکرده. آخرین سرنخی رو هم که پلیس در این باره به دست آورد مربوط به 1.5 سال پیش بود، زمانی که گفته میشه یه خانمی که اونم توی دایره دوستان و آشنایان بی بوده به این و اون میگفته و مدعی میشده که میدونه چه کسی جسیکا رو کشته و میدونه که کار کی بوده. منتها متاسفانه بازم اطلاعات بیشتری در این خصوص تا الان منتشر نشده. از سرنوشت بی هم باید براتون بگم که اون در حال حاضر به خاطر معامله کوکائین مشغول گذروندن و پشت سر گذاشتن یه حبس طولانیه که به این زودی ها تموم نمیشه. البته این رو هم باید اضافه کنم که اون همچنان به بیگناهی خودش در خصوص جسیکا و قتل اون تاکید داره. برادر جسیکا در یک مصاحبه میگه که هر کسی که اون شب جسیکا رو کشت فقط اون رو نکشت، بلکه همه خانواده ما رو کشت. مادر جسیکا تنها 1 ماه بعد از مرگ دخترش میمیره. پدر جسیکا هم یه جورایی تمام روزای خودش رو صرف پیدا کردن جواب سوالایی بوده که ذهنش رو هر لحظه درگیر خودش میکرده، سوالایی که هیچ وقت جواب اونا رو پیدا نکرد. و سال گذشته بود که پدر جسیکا هم از دنیا رفت. خب دوستان، پرونده جسیکا تا به امروز به همین شکل و حل نشده باقی مونده. به نظرم نالایقی و کمکاری پلیس شهر ایندیاناپولیس توی این موضوع نقش مهمی رو داشته. حتی این دپارتمان پلیس در سالهای مختلف با رسوایی‌های زیادی هم روبرو شده. اگه آپدیتی در این پرونده ایجاد بشه، مثل پرونده فروشگاه‌های ماست فروشی، همینجا میتونید تو این کانال اون رو داشته باشید و دسترسی به اون پیدا کنید. خب دوستان، به پایان قسمت 17 مجازات با محمد رضا هم میرسیم. امیدوارم که از این قسمت هم خوشتون اومده باشه. به دوستتون بگید که اونم به دوستش بگه که اونم به دوستش بگه. به اخبار زیاد گوش نده و به جاش به این پادکست گوش بده. برای اینکه همچنان قسمت‌های جدید رو براتون با دلگرمی تهیه کنم، حتما اون دکمه عضو شدن یا سابسکرایب رو ازتون خواهش میکنم که بزنید. لایک، کامنت و ریویو یادتون بمونه و تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.